بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. سوره را به نام زخرف یاد میکنه. مردم خیلی ناز و چیسته فخر میکنه بالای از اینکه هر چیز اسباب و وسایل زندگیش طلا باشه و طلا زیاد داشته باشه. الله تبارک و تعالی پشت سر این موضوع را بیان میکنه که مشرکین معیاری نبوت هم مال دنیا را قرار میده که هر کس مال دنیا داشته باشه بعد او پیغمبرم باشه. نه، مال دنیا معیار نیست. چرا اگر مال دنیا پیش الله تبارک و تعالی ارزش میداشت، کافر یک جرعه آب دنیا را هم نوشیده نمیتونست. خو لیکن الله احترام نمیکنه، بعد به کافر اینقدر طلا بده که پرسان نکنه، به خاطر که مردم یک دم مادیات پرست نشوه، یک دم در ملت کفر نگرده. از او خاطر الله بعضی تفاوت ها را دیش آورده که پشت سر این گپ بر ما میاد. این سورت هم سوره مکی است، اگرچه بعضی آیاتایش بعضی مفسرین مدنی میگیره، چرا که با اهل کتاب سخن گفته میشه، لیکن شده میتونه در مکه هم با اهل کتاب سخن گفته شود. وفدای از و جماعتای از جاهای دور می آمد، ملاقات میشد. از او خاطر اصلی سورت مکی است، به خاطر که مضامینش مطابق با سوره های مکی است، یعنی بحث از عقاید زیاد میکنه. این سورت 63 سورت است، قبل از سوره دخان و بعد از سوره نور نازل شده. ارتباط این صورت قطع ما قبل در ما قبل الله امر کرده بود که حاکم تشریعی الله تبارک و تعالی است. کسی در تحکیم امرای الله شریک نسازه و وقتی که حاکم قرار میده قرآن حکم مقرر کنه. در اینجا الله تبارک و تعالی تردید میکنه اموش دلایل یا شبهات مشرکین که کدام دلایل داره؟ 3 دلیل داره پشت سر رو بر ما میاد. یکیش دعوا میکنه میگه اگر شرک خوشی الله نمی بود ما مشرک نمیشدیم. الله خوش داره که ما اینمی طور هستیم. این دلیلشان است. دوم عقیده شانی بود که بله ما خویی بتا را همونطور عبادت نمی کنیم، فقط برای ازی میکنیم که یا از ما خوش شوه و یا شکلای ملائک است، ملائک مقرب و پیشتاز است پیش الله تبارک و تعالی، سفارش ما را پیش الله تبارک و تعالی میکنه، ما را نجات داده میتونه. سوم شبهشان یا دلیلشان ای بوده که ما خو گناهگار نیستیم، پدرای ما به می راه رفتن و ما هم اینطور میریم. یا دلایلشان بود که قرآن این دلایل جواب میگه پشتی سر. از او خاطر دعوای صورت هم امی جواب دادن شبهات یا دلایل مشرکین است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله علم است به اصل مقصد. والکتاب المبین، قسم به قرآن و تر قرآن المبین که واضح و آشکاراست. واضح و آشکاراست مطالب قرآن، احکام قرآن، مزایای قرآن، اعجاز قرآن، صداقت قرآن، زیبایی و چیزایی که در اینجا شگفت‌آور است کلش واضح است. مبین دیگه خود روشن است. دوم المبین که روشن کننده است راه های حق برای کسایی که در طلب راه حق است، دلایل حق کسایی که در طلب دلیل حق است. روشن کننده است برای اون مردمایی که راه توحیدت پیش میبره، دلایل توحید برش روشن میکنه. بالکل قرآن این گپا را میکنه. یک صفت قرآن الله قسم یاد میکنه به قرآن، چرا کلام الله تبارک و تعالی است. قسم به صفات الله این چیز درست است، او کلام الله صفت الله است. انا جعلناه قرآنا عربیا، یقینا ما گردانیدیم، ما مسما کردیم قرآن کریم عربی. یک مانا ما نازل کردیم، جعلنا به معنای انزلناست. ما توصیف کردیم قرآن کریم که قرآن عربی چی مانا؟ فصیح و بلیغ، یا لهجه که بالکل جذاب است، فراگیر است، همه نکته ها را در بر میگیره. از همون خاطر لغت عرب گسترده ترین لهجه و لغت است در تمام لغت ها. لعلکم تعقلون، به خاطر که شما از عقل کار بگیری. قرآن معلوم شد کتاب تعقل است، انسان باید دی فکر بکنه، خب سنجش بکنه، از عقل خود کار بگیره. چرا اینجا ما گفتیم که جعلناه را به معنای انزلنا یا وصفنا بگیریم که ما توصیف کردیم یا نازل کردیم، این معنا را داره، یا مسما کردیم به قرآن. به خاطر که بعضی از اینجا استدلال میکنه که جعل به معنای پیدا کردن میاد، گردانیدن، یعنی پیش نبود پسان پیدا کردیم. معلوم شد که قرآن چی است؟ مخلوق است، کلام الله تبارک و تعالی شده نمیتونه. از همون خاطر شما یک تعداد کثیر از کسایی که اهل سنت و الجماعت است در مورد کلام الله تبارک و تعالی خطا شدن. از او خاطر که از این اعتراضا خود نجات بده، کلام دو قسم میکنه، یکی نفسی و یکی هم لفظی. کلام نفسی را میگن مثل شما در کتابای عقاید میخوانه، در کتابای عقاید امی موضوعات گرفته لیکن خطا شده، این منهج سلف نیست.
صحابه کرام به این دستور عقیده نداشتن. کلام دو قسم نیست. و میگه یک کلام نفسی است که قائم به ذات الله است، او قدیم است. یکی کلام لفظی است که از این حروف اینا ما تلاوت میکنیم، این کلام لفظی است، مخلوق است. این موضوعی بود که بسیار موضوع خیلی خطرناک که احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مبارزه را شروع کرد. گفت قرآن کلام الله مخلوق نیست. امی کلامی که ما تو تلفظ میکنیم امی کلام الله تبارک و تعالی است. چرا مقروء از خوانده میشه؟ خوانده کی میشه؟ کلام الله تبارک و تعالی. بله تلفظی تو بگه حادث است، نو سرش میکنی، نوشته اگر میکنی این حادث است، اما خودی کلام امی کلمات، این کلمات کلش کلام الله تبارک و تعالی است. یک نفر آمد در پیش عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و سوال کرد. گفت از حضرموت بود آمد او مردکه. با ابن عباس رضی الله عنهما میگه که قرآن کریم کلام الله است، مخلوق است یا غیر مخلوق؟ ابن عباس رضی الله عنهما میگه که نه، این کلام الله است، غیر مخلوق است. یک دفعه دلیل پیش کردم او مردکه، گفت انا جعلناه قرآنا عربیا، ما گردانیدیم، یعنی اول نبود، ما گردانیدیم قرآن عربی. ابن عباس رضی الله عنهما برش گفت که نه، جواب از این است، و این استجارک من المشرکین بگو فاجره حتی یسمع کلام الله، تا که بشنوه کلام الله را. امی کلامی که ما تلاوت میکنیم و امو کافر که آمده در مملکت اسلامی تو برش پناه دادی، امن دادی تا چند وقته، امی کلامی که او میشنوه الله برش چی گفته؟ حتی یسمع کلام الله، کلام الله را بشنوه. معلوم شد که ایری کلام الله هست. بعد از او گفتی این خو قرآن است، جمع شده است، عربی است. ابن عباس رضی الله عنه برش گفت بله، قرآن عربی نوشته شده در لوح محفوظ، یعنی نوشتن کلام الله تبارک و تعالی بس لغت عربی در کجا شده؟ در لوح محفوظ شده. این معنا نداره که مخلوق است، مخلوق نیست. بعد از او آدم قناعت کرد. از همون خاطر بعضی مفسرین هم اینجا میگه که مراد از عربی قرآن عربی کلام لفظی است. کلام لفظی مخلوق است و این پروا نداره، لیکن در حقیقت کلام تقسیم کردن به لفظی و نفسی یا بدعت است. علمای سلف قائل به است که کلامی که ما میخوانیم، کلامی که ما میشنویم، این کلامی کیست؟ الله. این مخلوق است یا غیر مخلوق؟ غیر مخلوق است. تقسیم مقسیم در اینجا نامده و این موضوع است خیلی پر اهمیت که کتابای عقاید امام در اینجا راه دیگر را در پیش گرفته که کلام تقسیم میکنه. شرح عقاید امی قسم چیست؟ فقه اکبر ابو المنتهی در این کتابا امی قسم گرفته، لیکن این منهج سلف نیست. صحابه کرام این گپا رد میکنه. عقیده اهل سنت والجماعت به منهج سلف این کلامی که فعلا قرآن است، این کلامی چی است؟ الله تبارک و تعالی. چیزی که خوانده میشه، شنویده میشه، این کلام الله تبارک و تعالی است. البته معتزله و بعضی فرقه ها سر از شبهات داره، دلیل برش پیش میکنه، لیکن ما میگیم چیزی که مطلوب مقروء است کلام الله است. یکی تو میگی که را کسی نوشته کرده، ما میگم نوشتن حادث است، ورق حادث است، لیکن کلامی کی است؟ الله تبارک و تعالی. او مخلوق نیست، او چیست؟ غیر مخلوق است. لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب، یقینا قرآن کریم فی ام الكتاب، ده اصل کتاب. یعنی اشاره به این میکنه دو مطلب داره. اصل کتاب که از اونجا گرفته شده قرآن کریم، لدینا در پیش ما، لعلی مرتبه خیلی بلند داره، حکیم محکم است، اجنا و نسخ سرش نمیه مثل کتابای دیگه واره، حکیم استوار است، محکم است، تمام مطالب و مضامین از او مبتنی به دلایل است، خیالی و واهی نیست. حکیم حاکم است، اگر قرآن فیصله کنه کتاب دیگر کی کتاب آسمانی است اونو را کتاب آسمانی میدانیم، اگر قرآن فیصله نکنه نمیدانیم. از این خاطر صفت حکیم صفت انسان میباشه. قرآن چطور حکیم است؟ قرآن هم به مثل یک انسان واری راهنمایی میکنه. ایتو راهنمایی یک آدمی هوشیار عاقل که بری تو نصیحتا میکنه، قرآن هم همون قسم نصیحتا را بری تو میکنه، از این خاطر حکیم است. دوم ترجمه میگه اصل اشاره میکنه که کل کتابا اصلش کیست؟ قرآن کریم است. از همون خاطر مطالب کتابای دیگه در قرآن جمع شده. افنضرب عنکم الذکر صفحا، الله میگه آیا ما باز بگردانم عنکم از شما از ذکر، این نصیحتی بزرگه که قرآن کریم است، صفحا به اعراض کردن، ان کنتم قوم مسرفین، که شما هستی قومی مسرف.
زیادتی میکنی، زیادت میکنی، شما در مقابل قرآن گستاخی و بیادبی میکنی، قبول نداره. آیا عمل کرد شما مانع از این شود که ما قرآن روان نکنم؟ نه، رحمت عامه ما تقاضا میکنه که قرآن روان کنم. اگرچه شما سخت در مقابلش بیادبی میکنی، سخت از این اعراض میکنی، خب نه، من قرآن روان کرده نیستم. چرا؟ رحمتم تقاضای از این را میکنه و روان کردن قرآن برای اتمام حجت است. شما خودتان نمیگفتی اگر بر بالای ما یک کتاب می آمد ما دیگه اهدا می بودیم، خیلی هدایت یافته می بودیم. از چی؟ بگه از اون قومای دیگه کرده. این قرآن آمد، این قرآن آمد، خود شما در مقابل چی میکنید؟ منظوری شد که الله تبارک و تعالی رحمت خود بند نمیکنه به خاطر ازی که مردم ناشکریش میکنه. نه، الله روان میکنه. اگر کلگی ناشکری میکنه حتما در بینش یک کدو پیدا میشه. ترجمه قرآن اگر کسی میکنه نگویه که مردم نمیشینه او قبول نمیکنه، نه، حتما نفر الله دش پیدا میکنه و این مانع از این نیسته. الله رحمت عام خدا اینمی قسم بیان میکنه. افنضرب عنکم الذکر، آیا ما باز بگردانم از شما از ذکر قرآن کریم صفحا به اعراض کردن، یعنی که روان نکنم. ان کنتم قوم مسرفون، به خاطر که شما قومی زیاده روسته از حد تجاوز میکنی از این خاطر بند کنم؟ نه، بلکه اعلا شاهد است. اعلا شاهد است. بالای کی؟ بالای ازی که پیغمبر علیه السلام پیغمبر حق است. اعلا شاهد است که کتابی بشر نیست، کتاب الله تبارک و تعالی است. و کم ارسلنا من نبی، و این موضوع نو نیست. انبیاء علیهم السلام سابقه آمده، کتابا برش آمده، مردم تکذیب کرده، خو الله سلسله پیغمبران را قطع نکرده، روان کردن کتابای خدا منع نکرده، بلکه مسلسل جاری بوده به خاطر که حجت تمام شود. بسیار روان کردم من نبی از پیغمبر فی الاولین، در پیشینا، و ما یاتیهم نمی آمد به این مردم من نبی یک پیغمبر الا کانوا، مگر بودن به بالای پیغمبر یستهزئون، مسخره میکردن، نعوذ بالله، رشخند میزدن، نعوذ بالله، خدا دارنده هوشیاری و کمال و عقل میدانستند. امروز شما باور بر الله بکنی در بین همین مسلمانایتان است که کسی ترجمه قرآن میگه میره او را دیوانه میگه. آن چیزی که خود میدانه او را بسیار هوشیاری و زیرکی میدانه. شب و روز در پشت انگلیسی میدوه او را بسیار هوشیاری میدانه و در قرآن رفتن این را دیوانگی میدانه. امروز هم امو مردم وجود داره، اونمو مردم. فاهلکنا اشد منهم، الله میگه ما هلاک کردیم سختترین از یارا که خب قوت و قدرت داشت. بدشن کسایی که حمله سخت میکرد، قوت داشت. و مدا مثل الاولین، تیر شده حالی مردمای سابقه، نمونه از و پیش تیر شده. الله تبارک و تعالی پیغمبر روان کرده، کتاب روان کرده، مردم اگر چی نپذیرفته خو الله روان کرده. ولا ان سالتهم، اگر تو سوال بکنی از یا من خلق السماوات، این قدر بدبخت است. الله را خالق میدانه لیکن مستحق عبادت نمیدانه. چطور شده میتونه؟ اونجا خالق الله را میدانه که ما را الله پیدا کرده لیکن باز عبادت به الله نمیکنه. اگر سوال کنی تو از یا کی پیدا کرده آسمان ها را و الارض زمین، لا یقولن خام میگویند خلقهن العزیز العلیم، پیدا کرده آسمان و زمین از ذاتی که زبردست است، هر ارادش نافذ شده نیست، کسی مانع شده نمیتونه. العلیم، که میدانه کل مصلحت و اسرار و رازها را در دنیا، در زمین آسمان کدام رازها مخلوق هر چیزی که است الله است، الله میدانه. الذی، ذاتی که جعل لكم الارض، گردانیده برای منفعت شما زمین مهدن، بستر آرام. مهد اصل گهواره را میگه که طفل مادر دش میپرته، لیکن اینجا زمین چرا گهواره میگه؟ جای راحت برای کیست؟ انسان هاست. الله این را جای راحت گردانیده. از همون خاطر است که بغیر زمین در جای دیگه که میری مواد زمین قطع خود ببری گنی زندگی نمیتونی. در هر سیاره که بری جای زیست و زندگی برات نیست آرام تا وقتی که مواد زمین قطع خود نبری. و جعل لكم فيها سبلا، گردانیده برایش منفعت شما راه ها را، لعلكم تهتدون، به خاطر که شما به مقصد تان برسه. گردانیده هر قدر سلسله کوهاست الله باز قطع کرده سلسله را. اینطور نیست که منطقه از منطقه بیخیه میتور یک دم سر تا پا کوه گرفته باشه و هیچ راه تیر شدن نباشه. جلال آباد میریم در بین تنگی وجود داره، از راه تنگی میریم این طرف میریم اینا کوه ها پخش شده. اینی رقم ما دره را داریم. اگر شما میگی که در سالان خود دره نیست، اونه از شکاری دره است، دره وجود داره. او چرا اینطور است؟ الله میگه من راه ها را پیدا کردم که شما در مقصد برسه، راه را گم نکنی. کوه ها را الله پیدا کرد، نشانه هاست که از کدام جای بریم از کدام. اگر کل لگی دشت و بیابان می بود
کدام طرف میرفتی؟ کی را پیدا میکردی؟ این کوه را الله تبارک و تعالی نشانه برای راه ها گذاشته که ما میتونیم به مقصد خود بریم. آلی میتونیم وقتی که روان شویم طرف سالنگ میریم که آلی در پلخمری بریم یا طرف دره کیان بریم. کدامش است؟ دره وجود داره، یک رقم نیست، یک تناسب نداره، رنگش مختلف است، وضعیتش مختلف است. در کده میتونیم. والذی نزل من السماء، او ذاتی است که روان میکنه من السماء از طرف بالا ما انآب بقدر به اندازه. الله اکبر، چه نعمت بزرگ است. 3 روز برفباری اضافه شد، مردم تنگ آمده بود، موترها پر میشه، از خانه ها کشیده میشه. ها اگر الله امیطور فرمان امیطور به اندازه روان نکنه 3 ماه مسلسل برف کی طاقتش داره؟ اگر 12 ماه را برف بکنه، اگر 12 ماه را مکمل باران باشه، اگر نه که 12 ماه هیچ باران نباشه، اگر ما را بگوید که در 1 ماه باران میکنیم آب به خود ذخیره کنی، کیست که به خود ذخیره بتونه؟ به کشتی خود، به خوردنی خود، به چارپای خود کی است؟ آب اگر ذخیره هم شوه دست چند روز که باقی بمانه آب شیرین چی میکنه؟ کرم پیدا میکنه، بوی میگیره، باز چی میکنی؟ لیکن الله چطور انتظامش کرد؟ برفا روان میکنه در زمستان، تابستان باران ماران نیست. چرا؟ میوه ها خواب چینده شوه، خوش شوه، مردم از پیش استفاده بکنه. او برف در سر کوه ها ذخیره کرده، به تدریج به حرارت آفتاب او شده در رگ رگ زمین داخل شده و اینجا تو چا زده یا چشمه است یا جوی است، خورده رایستی. این نظام کی میکنه؟ الله میگه والذی نزل، الله ذاتی است که روان میکنه من السماء از طرف فضا ما انآب بقدر به اندازه متناسب فانشرنا به بلدة میتا، ما زنده میکنیم توسط یزی بلدتن شهر بیابان میتن که بالکل خشک است، یک دم تر و تازگی دو پیدا میشه. کی میکنه این کاره؟ کذالک تخرجون. این خو یک نعمت شد برای شما که بسیار سپاسگزاری و شکر الله را بکشه. خود دوم دلیل هم براتون شد. دلیل چی؟ زنده شدن بعد از مرگ. کذالک مثل که اینمی زمین شما میبینی که خشکی بود، تر و تازه نداشت، نگیادش دیده میشد، لیکن بعد از نزول باران شما دیدی که دشت و بیابان یک تیکه گلگون شد، یک تیکه گیاهای رنگارنگ دیش برآمد. کذالک اینمی رقم تخرجون، شما بیرون کرده میشه از قبرایتان به یک ندا. الله امر میکنه سور دمیده میشه، کلگی از قبرها میخیزه. والذی و ذاتی که خلق الازواج کلها، پیدا کرده جفت و جوره ها را تمامیشه. بعضی علمایی را بسیار مفهوم عام گرفته. ده هر چیز الله جوره پیدا کرده، شب روز، آفتاب مهتاب، سردی گرمی، بگوید تاریکی و چیست است، تاریکی و روشنی، زمین آسمان، مرد و زن، اینمی قسم. و بعضی تنها میگه که در مورد جاندارا حیوانات است، اگرچه در گیاها در چیزای دیگه هم مذکر و مؤنث داره، خو اینجا مراد بیان حیوانات است. والذی خلق الازواج، و ذاتی که پیدا کرده جفت و جوره را کلها تمامیشه، و جعل لکم من الفلک، گردانیده برای شما از کشتی، و الانعام از چارپایا، ما آن او وسایلی که ترکبون شما سوار میشه در منطقه دیگه میره. آلی وقتی که سری امی چیزی مرکبی سوار میشه، لتستووا علی ظهوری، تا که برابر بشینه بالای پشتی امی چیزی مرکبی تان، ثم تذکروا نعمت ربکم، بعد از یاد کنی نعمت پروردگارتان. اذا استویتم، وقتی که برابر سوار شده علیه بالای مرکب، و تقول، باز بگوی سبحان الذی، پاکی برای ذات است، سخر لنا، که ایره بر ما رام ساخته، و ما کننا له، ما نبودیم برای ازی مقرنین، کنترل کننده، توانایی نداشتیم که را کنترل کنیم. سری وقتی شتر سوار میشی، آل یک دفعه ببینی بنی ازیره، وجود ازیره، سرکشی ازیره، اگر یک دفعه گردن نمیتور که بعد تو باید شکر الله را بگیر. از همون خاطر در حدیث میاد زمانی که پا بر کاپ میمانی الله اکبر بگو، زمانی که خب نشستی الحمدلله بگو، بعد از بازی دعا را بگو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اگر موتر است، اگر مرکب است، اگر موتورسیکل است، بایسیکل است، اگر کشتی است، قرآن بر ما میگه ما پیدا کردیم. والانعام، ما او وسایلی را ترکبونه که سوار میشه، آلی وسیله های زودرس اونه، تیاره هاست. آلی دیگه شما بگویی که در این فضا الله تبارک و تعالی چه قوت داده که حرکت میکنه بسیار با سیر سریع. چی از کی را نگاه کرده؟ الله پرنده ها را پیدا کرد بالدار، انسان توانست با مقایسه اون پرنده تیاره ها را چی بکنه؟ ایجاد بکنه.
تو باید شکر الله تبارک و تعالی را بکشی، قدرت الله تبارک و تعالی را در نظر بگیری. یکی. دوم، و انا الی ربنا لمنقلبون، ما به سوی پروردگار خود لمنقلبون، بازگشتنده هستیم. سری مرکب که سوار شوی، یک دفعه بگو که یک روز ما اینمی قسم بیجان و روح در شانه مردم هستم، در سری چپرکت افتاده هستم، از خود دفاع نمیتونم، هیچ همونطور به اختیار افتاده هستم و در کجا میبره مرا، از خانه میکشن مرا. تا این قدر سالات در خانه بودم قابل احترام و تعظیم، حالی یک ساعت در خانه نگاه نمیکنه، بلکه اگر امون جنبه شم اهل و عیالم میگریزه در خانه دیگه، در اتاق دیگه. و برادر حالی امو آدم اسی خود کدام فرقی نکرده، حالی در زیر خاک کرده رایستی، انسان در یادش بیاید. او چرا این گپ در یاد آدم بیاید؟ شما نکته دیگه عجیب، قرآن چی نکات بیان میکنه؟ آدم که در سواری سوار شود بسیار غرور برش پیدا میشه. در کدام وقت در سری اسوار شدی آنی؟ در موتر، خصوصا موترهای لکس باشه، اوه دیگه امو طور حرکت میدی که غم میزنی. قرآن برات میگه نه، و انا الی ربنا لمنقلبون. از کبر و غرور کار نگیریم. صحیح است که حالی لکسس داری، کرولای چند هزار داری، خب به الله تبارک و تعالی بازگشته نیستی، تو الله را فراموش نکن. این نخوت و کبر از سر دور کن. دو. سوم، و انا الی ربنا لمنقلبون، توسط مرکب سواری ما انتقال میکنیم از یک منطقه در دیگه منطقه. اوه یک وقت زندگی امام انتقال پذیر است، ما نمیمانیم، یک وقت انتقال میکنیم. انتقال در ذهن بیا که نقل از یک مکان به مکان دیگه نشانه از است که تم یک وقت اینجا نمی باشی، میروی از روی زمین در درون زمین. این یادت بیا. آمین دعا امین نکته ها را بر ما یاد میده. و جعل له من عباده جزءا، با وصف موجودیت این قدر دلایل توحید الله تبارک و تعالی گردانیدن امی مردم من عباده، از بندگان الله تبارک و تعالی، جزءا جز گردانیدن، یعنی شریک به الله تبارک و تعالی، با الله تبارک و تعالی شریک گردانیدن. ان الانسان، یقینا انسان، لکفور مبین، بسیار ناسپاسی آشکار است. بری الله جز ثابت میکنه، دختر ثابت میکنه به الله، بچه ثابت میکنه که جزی پدر و مادر است. قرآن میگه ام اتخذ مما یخلق، رد میکنه بالای مشرکین مکه و قائل بودن ما بتا را چهره هایش به شکل ملائک جور کردیم، به زعم و گمانی از و ملائک دختر هستند، از او خاطر بتا را به شکل دخترها جور کرده بودن. میگفتن ما یارا مستقل نمیدانیم که عبادت میکنیم، پرستش میکنیم که یا کاری ما را اجرا کنه، بلکه وقتی تعظیم اینمی صورت ها را میکنیم، این تصویرها را میکنیم، اونجا ملائک از پیش ما خوش میشه. ملائک بندگان مقربی الله است، اونجا نعوذ بالله دخترای الله است، جزی الله است، و سری الله میقبولانه، گناه ما را سرش معاف کده میتونه، حاجت ما را سرش پوره کده میتونه. هو به هو امی عقیده امروز مسلمان ها داره ده حق اولیاء کرام. میگه ما ولی را مستقل نمیدانیم که حاجت ما را پوره کنه، بلکه ای را شفیع قرار میدیم در پیش الله، و این ولی در پیش الله رویدار است. الله برش برخ داده، حصه داده، بخشش کده بعضی ملکیت ها را. اونجا سری الله تبارک و تعالی با وصفی که گناهگار هستم سری الله میپذیره که مرا معاف کنه، حاجت مرا پوره کنه. امی عقیده فعلا هست یا نه؟ قرآن رد کرده رئیس. ام اتخذ مما یخلق، آیا گرفته الله تبارک و تعالی از آن چیزی که پیدا کرده خودش بنات دخترها را بری خود گرفته به شرکت خود، و اصفاکم بالبنین، و شما را برگزیده به بچه. بسیار بدبخت هستی. آن چیزی که خود خوش نداری او را به الله ثابت میکنی.